روز سه‌شنبه در مسکو سه روزنامه‌نگار روس اورخان جمال، الکساندر استورگویف و کریل رادچنکو را که در جمهوری آفریقای مرکزی کشته شدند دفن کردند. مراسم ویدا با جمال در مسجد جامع پایتخت روسیه دایر گردید. همه زندگی او کارنمایی است. مبارزه به خاطر عدالت، ضد ظلم و ستم، ضد دروغ، ضد بی‌عدالتی. او همیشه به کمک آنهای میشتافت که ضعیف بودند. دائم از آنهای جانبداری میکرد که در روبروی خطر و زیر فشار قرار داشتند. جمال در بخش مسلمانی آرامگاه خوانسکای به خاک سپرده شد. با رادچنکو در سردخانه رقم 1 ساریتسینا و با راسترگویف در تالار مراسم‌های آرامگاه تریکور ویدا کردند. روزنامه‌نگاران روس در نزدیکی شهر سیبیوی جمهوری آفریقای مرکزی به هلاکت رسیدند. طبق فرضیه اساسی تفتیشات آنها را با هدف غارت کشتند. روزنامه‌نگاران با خود چند هزار دلار و تجهیزات گرانبهای نواربرداری داشتند. همچنین حمله می‌تواند به فعالیت کسبی روزنامه‌نگاران مربوط باشد. تخمین می‌رود که جمال، رادچنکو و راسترگویف برای نواربرداری فیلم درباره دستنشاندهی گروه واگنر که نزدیک به کرملین دانسته می‌شود به آفریقا رفتند. مسکو این را رد می‌کند. با گفته دیپلمات‌ها در آفریقای مرکزی با درخواست مقامات رسما 170 مربی روس و تنها 5 نظامی قرار دارند.